مقامات قریم میگویند در راهپیمایی بخشیده به روز یکم می در شهر سیمفروپول 35,000 نفر شرکت کردند. به جای پرچم سرخ زمان شوروی مردم در دست پرچم سه‌رنگی روسیه از نزد پیکره لنین در مرکز شهر گذشتند. نیم جزیره قریم را که تا سال 2014 قلمرو اوکراین بود، روسیه غیر قانونی سال گذشته به قلمرو خود همراه کرد. در شهر کیف پایتخت اوکراین حزب کمونیست به مناسبت روز مهنتکشان راهپیمایی برگزار کرد. این راهپیمایی به اجازه رسمی مقامات صورت گرفت و یک هفته بعد از آن که پارلمان اوکراین نمایش رمزهای کمونیستی و فاشیستی در کشور را ممنوع کرد. ماه‌های اخیر بسیاری از پیکره و رمزهای عهدی کمونیستی به خصوص مجسمه‌های لنین را در اوکراین از بین بردند. در شهر الماتای قزاقستان صدها نفر با بوتیرخون شوکینوف اوازخان ویدا گفتند که در روسیه و کشورهای آسیای مرکزی شهرت داشت. بوتیرخون شوکینوف در ایام بازسازی در زمان اتحادیه شوروی سابق معروف شد. او که 52 سال داشت همین هفته در شهر مسکو بر اثر بیماری قلب درگذشت. روز جمعه هزاران نفر برای ادای نماز و شنیدن یک فتوای مهم در مسجد اعظم شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان جمع آمدند. شیخ خالد الغامدی امام مسجد کعبه ساعت یگانه نماز در شهر اسلام‌آباد را اعلان کرد. وزارت امور دینی پاکستان گفت اعلان این فتوا با هدف از بین بردن اختلافات مذهبی در بین رویه‌های گوناگون مذهبی پاکستان است که هر کدامش در مسجدهای خود در وقت‌های گوناگون نماز می‌گذارند. در گورجستان نتیجه نفوسشماری مردم را تکان داد، چون بر اساس این نفوسشماری اهالی کشور در مقایسه با 12 سال گذشته 15% کمتر شده است. به حسابگیری اهالی در ماه نوامبر سال 2014 نشان داد حالا در گورجستان که بنابر مشکلات اقتصادی مردم زیادی آن را ترک کردند، فقط 3.7 میلیون نفر زندگی می‌کنند.